امروز میخوایم با هم دیگه با سلام، من مریمم. به آشپزخونه من خیلی خوش اومدید. باقلوا یه دسر میشه گفت هم ایرانیه هم ترکیه، ولی توی هر منطقه دستور پخت خودشو داره. مثلا تو ایران فقط با خمیر درست میکنن، یا توی ترکیه فقط با رشته کادایف درست میکنن. حالا من این دوتا رو ترکیب کردم، یعنی هم از خمیر استفاده کردم هم از رشته، و مطمئنم که باقلوای خیلی خوشمزه میشه. بریم که با هم دیگه درستش کنیم. یه 20 دقیقه نیم ساعت باید کم کم بجوشه که شکر توی آب حل بشه.
بستگی به فر داره. فکر میکنم یه چیزی حدود 20 دقیقه طول بکشه تا طلایی بشه. بعد از اینکه شهد رو ریختیم باید بذاریم 10-12 ساعت توی یخچال استراحت کنه که اون شهده بره به خوردش. الان فردای اون روزه استراحتشو کرده، بریم ببینیم چطوری شده. اون کتری رو گذاشتم آبش جوش اومده، الان یه چای دم میکنم و چای باقلوا بخورم. باحال بود، طعم پسته و زعفرون رو اصلا نگم براتون. امیدوارم شما هم درست کنید و ازش لذت ببرید. تا ویدیو بعدی، خداحافظ.